و علاقمند به ورزش، بالاخص علاقمندان به فوتبال، از ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر در خدمت شما هستیم با پخش زنده دیدار تیم‌های قرمز پوشان نساجی مازندران و یک دست آبی پوشان استقلال تهران از هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فصل 26م. کمک‌های آقای حسینی هستند، آقای پویا سیف‌بنایی هم به عنوان مدیر تیم و آلن حیدری هم مدیر رسانه. یک ضربه از درون محوطه جریمه، سومین دقیقه بود که این ضربه زده شد. به این شکل انجام خواهد شد. سامان فلا بازیکن مازندرانی و ساروی استقلالی ها اونجا یه حرکت، یه ضربه از راه دور و حرکت زیبای جعفرپور که با نوک پنجه‌هاش توپ رو در 14مین دقیقه به کرنر فرستاد. ضربه سنگینه که پشت محوطه جریمه به این شکل ثابت توپ شد. ضربه‌ش هم زد و خیلی عالی کار کرد. اردانی بود که به این شکل با پای چپ ضربه‌شو به سمت چارچوب زد، اما هوشیار بود اونجا علیرضا جعفرپور، اجازه کار رو نداد. لیست ذخیره‌ها دیده میشه. حالا کوشکی یه ارسال مواج و اونجا توپی که برمیگردونه علیرضا جعفرپور درست جلوی جعفرپور توپ. حالا اجازه میده، باید ببینیم رو این پرتاب چگونه عمل خواهند کرد. پرتاب بلند در محوطه جریمه، ضربه سر زده میشه، توپ سرکردان، یه فرصت برای تیم نساجی و اونجا حبیب فرعباسی درست چسبیده به دیرک عمودی دیرتر با یک واکنش توپ رو به کرنر میفرسته. حبیب فرعباسی به این شکل و ضربه‌ای که زده شد و نهایتاً کرنر شکل گرفت. یاسر آسانی یه پاس خوب، حرکت از اردانی، یه ارسال، اونجا یه دخالت شکل میگیره. فرصت هست برای استقلالیا، یک ضربه و عکس‌العمل زیبای علیرضا جعفرپور که این بار هم مانع از به ثمر رسیدن گل و باز شدن دروازه نساجی رو میده. کسی نبود جز، اما هوشیار بود علیرضا جعفرپور. توپی که به این شکل رسید و با یه جاگیری مناسب و عکس‌العملی به موقع ضربه کوشکی رو، در حالی که یاسر آسانی یه پاس خوب در اون محوطه جریمه، یه پاس و اونجا جعفرپور از دروازه خارج شد، اما دروازه رو هومن ربیزاده میتونیم بگیم در واقع نجات داد. سرخیزان پاس رو به عقب برای اردانی، اونجا یکی دو بازیکن رو جا میذاره، یه پاس تو عرض و ضربه‌ای که زده میشه اونجا توسط قلیزاده، اما خارج از چارچوب. در 63مین دقیقه آقای بیژن طاهری هم از روی نیمکت بلند شد. حرکت خوب اردانی، پاس کاتبکی که اینجا ارسال کرد تو عرض برای قلیزاده، اما ضربهش خارج از چارچوب بود. به این شکل خودش هم تعجب کرد. پرسپولیس رو هم داشته. یاسر آسانی یک ضربه از راه دور، اونجا برخورد کرد به بازیکنان یه ارسال به پشت محوطه جریمه، یه ضربه زمینی خطرناک از بازیکنان استقلال و توپی که توسط قلیزاده به بیرون میره در 76مین دقیقه. در کرنر هم کوتاه، این بار باز هم به بیرون، فرصت و توپی که سرگردان از محوطه جریمه و گل. روی قفلت مدافعین بالاخره گل به ثمر میرسه. محمد رضا آزادی، بازیکنی که ثانیه‌های قبل به زمین بازی اومد، یه لحظه قفلت از بازیکنان در اون محوطه جریمه این فرصت رو داد به آزادی که دروازه رو باز کنه در 82مین دقیقه و حساب کار حالا 1-0 بشه برای آبی پوشان پایتخت. و کار حالا باید ببینیم چگونه برای نساجی دنبال خواهد شد. چندین بار استقلالی‌ها روی ضربات کرنر به این شکل کار کردن. توپی که اینگونه سرگردان شد و در آخرین لحظه آزادی اثر گذاشت تا حساب کار
1-0 بشه. صادق آلموسوی هم دیگر بازیکنی بود که زمین بازی رو ترک کرد برای نساجی. اسلامی هردانی از منطقه راست، یه بار دیگه اسلامی گوشه محوطه جریمه، فرصت برای استقلالیا، یه پاس تو عرض و اونجا توپی که عرض محوطه 5.5 متر رو طی میکنه و بازیکنی اونجا حضور نداره تا اثر بذاره. آقای حیدری حالا در سود خودش میدمه و پایان 90 دقیقه تلاش دو تیم رو با نتیجه 1-0 با گلی که در دقیقه 83 محمد رضا آزادی به ثمر رسون، استقلالیا موفق میشن 1-0 این دیدار رو به سود خودشون به پایان برسونن و 6 امتیازی بشن. شاگردان مجتبی حسینی هم علیرغم تلاشی که داشتن نتونستن از دومین دیدار خودشون هم امتیازی دشت کنن و کماکان بدون امتیاز در پایین جدول